درود بینندگان عزیز، منظور است برای شما برنامه درخشان. با شما هستم اهلدین شمس‌الدین زاده. انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. واقعا مردم تاجیک از ازل داروی دانش و عقل و ذکاوت قوی بودند و این رسالت را امروز نیز دوام داده ایستادند. و هر نفری که امروز کتاب میخواند البته روشن فکر است. امروز به برنامه درخشان نفری را دعوت کردیم که واقعا جوان موفق در جاده علم و دانش از خود کردن است. امید جان امانی از ناحیه اشت بیاید استقبال میگیریم. مرحبا. شما را بینندگان عزیز، برنامه رو ادامه میدهیم. یادداشت میشیم که برنامه درخشان از جانب اداره تلویزیون و رادیو ولایت سوخت در همجایگی با کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت تهیه و پیشنهاد مردم میگردد و کوشش میکنیم در برنامه‌های بعدی نیز البته چهره‌های نوی هنر را البته دریافت کرده منظور شما داریم و امروز گروه ایجادی کوشش کرده از دستاورد و موفقیت یک جوان صاحب دانشی که توانسته است در طول چند سال‌ها به دستاوردهای زیاد نایل گردد به برنامه دعوت کردیم. امید جان امانی از ناحیه اشت و برنامه درخشان خوش آمدید. تشکر زیاد. خب در ابتدا من میخواستم بینندگان عزیز یادداشت شوم که روی میز برنامه انا همین درخشان تمام دستاورد قهرمان برنامه درخشان امید جان امانی گذاشته شده است و قسمی از این دستاوردها رو ما به میز برنامه جای کردن نتوانستیم و باور دارم که از این هم دستاوردها خیلی زیاد هستند. بله. خب خوش آمدید. مرحبا. آینده ها سلام زینام ما، از صدق دل پیام زینام ما، شکر به کامتان و عسل در زبانتان، با خوشترین کلام زینام ما. درود میگویم سر اول به شما راوی ارجمند و تهیه‌گران این برنامه سازنده و همزمان با مخلصان و هواداران شو برنامه سربیننده تلویزیون سوخت برنامه درخشان. کمینه امید جان امانی هستم، یکی از غنچه های رویده زمان صاحب استقلالی تاجیکستان محبوب که توانستم پیوسته از غمخواری های دولت حکومت امروزین برخوردار باشم. امید جان این لحظه من میخواستم به بینندگان عزیز روشن‌تر بگویم که امروز امید جان امانی چی لیاقت دارند. میخواستم پهلوی استعداد و مهارت شما هم صحبت شویم. مرحبا. انسان وقتی که به دنیا می آید به یگان سمت میل میکند و چیزی را از روی شوق اختصاص حیاتی خود کسب میکند و من روزی در خانه نشستم و شمردم که من میتوانم کدام سمت ها رو به درستی اجرا کرده میتوانم و گرچنده که اختصاصی صاحبی حیات هم نباشد از روی دیپلم، یعنی دیپلم هایش رو نداشته باشم، ولی به درستی از روی سمت های گوناگون، یعنی امروز در برگرنده استعداد من فراگیری 18 اختصاص است. مثلا امید جان امانی امروز میتواند گوید که امید جان امانی هم حسابدار است، هم بوغالتر یعنی اقتصادچی، هم حقوق شناس، هم ژورنالیست یعنی روزنامه نگار، هم ادیب، هم شاعر و همزمان در سمت‌های طب و عالم حیوانات و ساحه طبیعت نیز خیلی فعالم که میتوانم این سمت‌ها رو به درستی تا به ساحه هنرهای مردمی یعنی چوبکاری، کندکاری، گلکاری به درستی از یودی این سمت‌ها نیز برآمده میتوانم و لیاقت خود را در این جنبه‌ها اثبات کرده صاحب مقام و اثبات کردم که واقعا از یودی این کارها برآمده میتوانم. میتوانیم بگیم که امید جان امانی علاقه در چندین مثلا آزمون المپیادها البته شرکت ورزیده و صاحب دستاورد گردیدید. خب از همه استعدادی که بیشتر به شما نزدیک است و از روی انا همین سمت میروید کدام استعداد است؟ بزرگی میگوید که علمت به عمل چو یار گردد قدری تو یک هزار گردد. از این رو ما بیشتر به سمت علمیت در حیات گام های استوار برداشته ایم و امروز بیشتر دانش میاندازیم و در سمت ساحه حقوق و اداره دولتی کوشش میکنیم که باز هم متخصصی ورزیده ساحه خود گردیم. از این رو
نمیتوان گفت که با یک جنبه میل به یک سمت محدود شد. در وقت‌های فارغ از آن نیز شعر میگویم و دلبستگی داریم به عالم زیبایی شعر که حیات فانتاستیک و ریالیستی ادبیات امروزی ما واقعا هر خواننده ذکی ادبیات رو میتواند شجاع و صاحب لیاقت گردانیده تواند. خب آغاز میکنیم از عنوان خردسالی. از خردسالی همین گونه زیرک و دانا بودید. چگونه بود؟ اول مکتب رو با بهای خوب و اعلی ختم کردید، بعداً با کدام دانشگاه داخل شدید؟ میدونم که شما امروز اسپیرانت هستید. مرحبا. بله، زمانی که ما طفل بودیم و نمیدانستیم که آینده ها ما را با چه اقدام های استقبال خواهد کرد، والدین هستند که یگانه راهنمای ما به پیراهای سبز زندگی بوده میتوانند و آنها به دستمان شاهنامه های بزرگ روزگار را دادند و گفتند این را بخوان، راه تو درست است در زندگی. و توانستیم با مطالعه درست ادبیات های گوناگون دانش عمیق از بر کنیم و توانیم که به همون جنبه انتخاب کرده خود به سمت درستی میل پیدا کنیم. و توانستیم وقتی که من خواننده صنف 3 بودم، مثال صاحب الکی 12 افتخارنامه بودم که والدینم افتخار میکردن که یک خواننده کوچکی که مثلا در این سن و سال خوانندگان دیگر حتی به درستی نامشان را نوشته نمیتوانند، تو اینقدر مقام های شایسته رو کسب کرده. و پس از آنکه که من تا 11 سال در مؤسسه های گوناگون تحصیل علم کردم و واپسین صنف آخر را در مؤسسه تحصیلات دانش پی ختم قرار دادم با نامه کمالات سرخ با مدال و همچون گرنده استیپندی پرزیدنتی مکتب رو ختم کرده توانستم با عنوانی پرشرف نامی دانشجو صاحب گردم. و پیش از آنکه که دانشجو گردم، من الکی در صنف امتحانات ختم صنف 11 الکی نامی دانشجویی را صاحب بودم، چون که من صاحب کوت پرزیدنتی در جنبه آموزگاری بودم. ولی اینکه من نمیخواستم در حیات آموزگار باشم. برای چی؟ برای آنکه در عائله آموزگار به دنیا آمدم و پدرم مرا با نان حلال آموزگاری برکمال رسانیدند و من بسیار شوق داشتم به ساحه پروکراتورا و ادوکاتورا که آنها چگونه حیاتی مثلا شهروندان جامعه امروز این ما رو حفظ میکنند و کفالت میدهند که تاجیکستان یک مملکت امن است. و از این رو ذوق من بیشتر بود به این ساحه و توانستم توسط مرکز ملی تستی با گرفتنی بال رکوردی در خط همون ساله دانشجویانی که داخل شدند در سرخط اول نامم به حیث رایگان قرار گرفت و دانشجو شدم و توانستم زینه بکالوریات را در شهر دوشنبه به دست بیارید. بله، صاحب شدم و با دیپلم سرخ زینه بکالوریات رو ختم کرده پس آن روی آوردم به زینه ماجستراتورا که در اکادمی اداره کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که فراگیر مکتب دولتداری امام علی رحمان است، آنجا تحصیل کردم تا چند سال و با دیپلم سرخ این بارگاه را نیز پی ختم قرار داریم با دیپلم سرخ چند پیش و همزمان چند قبل پی تحصیل زینی خدمت دولتی فراگیری سیستم تیپی اداره کنی دولتی در شهر استانبول جمهوری ترکیه نیز مقرر داشتیم و آموزش های گوناگون در جنبه اداره کنی دولتی و ساحه حقوق برداشت و آموزش کرده به شهر دوشنبه تشریف آوردیم و عین زمان داوطلب زینی اسپیرانتوری دانشگاه ادبی به نام مکسیم گورکی شهر مسکو به حساب می رویم و اینچنین در زینی دکترانتورا به ما رخصت آمده است به دانشگاه ادبی شهر تهران جمهوری ایران در قطعه اروپا. آفرین، احسن. اینقدر دانشگاه را اسمش رو گرفتید، یعنی که با همه دانشگاه ها رفتید، تجربه گرفته استودید و در آینده من باوری دارم که یک شناسی ورزیده گردیده در دفاع حقوق های مردم و دولت البته سهم خود رو میگذارید. بود در وقتی که در مسیر تعلیمی سبق میگرفتید، یعنی میخوندید، یگان فنی که مشکلی میکشید بود؟ نه، من وقتی که صنف 6 رو ختم کرده به 7 میگذاشتم، من به خود قرار دادم که تمام فنها رو من باید دانم، چون که روزگار فراگیری همون فنهای هست. مثلا اگر طبیعت رو دانی تو آزادانه با طبیعت مناسبت و در آن زیسته میتوانی، و یا علم شیمی رو دانی تو میتوانی طبیب حیاتی زندگی خود باشی و همینطور من تمام فنها رو به درستی ریاضی رو دانی، متماتیک رو، بله، حساب رو دانی، در راه حسابداری عملیات بانکی عموما در هیچ جا در نمیمونی و خوشبختانه توانستم همین اقدامی عزم کرده خود در صنف 6 هفته‌ام تا به امروز برای من دست داد که من از مکتب سر کرده تا به امروز تمام زینه‌های علمی رو پر با بهای 5 ختم می‌کنم. بهترین لحظه کودکی شما؟
بهترین لحظه کودکیم در آوان خردسالی این همان زمانه بود که مادران که غمخوار میشوند نمیخواستند که مثلا مرا به آموزشی مکتب‌های ایلاوگی دهند، ولی پدرم گفتند که جوان پسر اگر داننده خوبی همه سمت‌های هم علم هم زبان هم دنیویت باشد او میتواند نه اینکه در یک مملکت مستقل چون تاجیکستان او میتواند در جهان پرچمبرداری میهن خود و بلندبرداری آبروی والدین خود گردد و از این رو پدرم مرا گرفته به مؤسسه ایلاوگی آموزش علم‌های گوناگون سر کرده از خیمیه تا حسابداری بردن و من اون وقت درک کردم که پدران این شخصیتون خاندانند که چراغ معرفت آنها برای ما همیشه نورپاشی میکنند. بهترین سخنهای پدر مادر شما که در انتخاب کسب در استوار قدم گذاشتن شما در راه علم و زندگی کدام سخنها بود که پیش نظرتون دور نمی رود؟ طوری در یک اثرش پوشکی میگوید انتخاب درست استقلال زندگی شماست و همینطور والدینم وقتی که ما در سر میز عائلوی قرار میگیریم و نانشته میکنیم میگویند که مثلا من میگم فلان اقدام رو کردم یا به همون آزمون میروم یا این گونه مثلا اقدام در حیات کردم، میگویند که بیراو انجامش ده میتوانی، چون که پدرم به ساحه فرهنگ و ادبیات ذوق دارند یک شعر رو همیشه مثال میارند و میگن بگو بتوانم که همیشه بتوانی اگر نتوانی بیراو بنشین که نتوانی و درست است که همین اقدام ها مرا امروز با راهنمایی پدر و مادرم و تکان دادن به وجود و ذهن من امروز موفق گردانیده است و نمیتوانم امروز خود را از چیز کمبود یا هراس از آزمون داشته باشم، چون که مادرم همیشه یک سخن دارم میگن که اگر به سبقت رفتی هیچگاه با رقیب خود را مقایسه نکن، چون که مقایسه یک رکنی این ضعیفی توست که میتواند تو را شکست دهد. همیشه خود را بالاتر و استعداد خود را در پی صیقل داده خود را ذکی‌تر و داناتر از دیگران دان و در همان وقت تو غالب زندگی خود میشوی. خب این لحظه میخواستم کمی درباره دستاورد شما گپ زنم. این دستاوردی که بینندگان عزیز نزد من است میبینیم مدال برای چی؟ بله این مکافاتی که شما عین حال در دست دارید بنده توانستم سال قبل با راهبری استاد عزیز خود پروفسور غفورزاده عبدالخلیل دولتعلی که سابق رکتور اکادمی اداره کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان می باشند کار علمی خیش را سامان داده به عنوان کمیسی آزمون بین المللی محققان جوان پیشنهاد نمودیم و این آزمون بین دولت های مستقل با عنوان اتحاد دولت های مستقل در شهر استانه جمهوری قزاقستان دایر گردید و من توانستم با این کار علمی خود برنده جایزه بهترین عالم جوان اتحاد دولت های مستقل در سال 2023 گردیده باشم. آفرین، احسن میگم. جان این دستاورد چی؟ این مدال از کجاست؟ این مکافاتی که شما عین حال در دست دارید این در برگیرنده فراگیر یک کار علمی ساحه حقوقی ماست که ما پیشنهاد کردیم به تدارکات آزمون و آزمون در بین مملکت های صاحب استقلال در آسیای مرکزی که مرکزی آن در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان بود دایر گردید و در این آزمون ما توانستیم برنده جایزه بهترین لیدری اسنگ در بین مملکت های اتحاد دولت های مستقل در سال 2024 گردیده باشیم. اگر امید جان امانی رو پرسند که تاجیکستان رو تا چه اندازه دوست می‌داری و به چی شباهت می‌دهی چی میگه؟ اصلا محبت به خاک این میهن قیاس ناپذیر است و اون که قیاس میکنه البته معیار دوست داشته دارد، ولی من میگم که من به اندازه یک مملکتی که مثلا چون تاجیکستانی ما یعنی قسمت زیادی آن کوه هست دوست می‌دارم به اندازه همون کوه‌هایش که سربگردون است و با همون وزنینی تکان‌های جهانی را نمی‌پذیرد و استوارانه در یک جا می‌ایستد و می‌گوید که من یک مملکتی مستقلم. به همین اندازه دوست می‌دارم تاجیکستان را و می‌گویم که سرزمین اطلسی و آهریم ابجد عشقم درودی خاوریم میدهی درس مقاماتی دریم تاجیکستان سبز مرزی گل سرشتم نامه خورشید مهری سرنوشتم. آفرین، احسن. همزمان اینجا شهادت نامه تشکیلات جمعیتی پیروان پیشوای ملت یعنی که اعضای همین تشکیلات هستید. بله با افتخار امروز بیان می‌دارم که از این منبری بلند بنده
اعضای فعال تشکیلات جمعیتی پیروان پیشوای ملت میباشم و راهبری کرسی ادیبان جوان را در سطح جمهوری به عهده دارم و این همایش و این محفل راه بلد راستین برای نوقلمان امروز است که آنها میتوانند خودشناسی را از مکتب ادیبان آموخته باشند. همزمان گیرنده استیپندیای کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در سال 2019 بودید. بله، یعنی این دستاورد هم داشتید. بله، افتخار میکنم که در سالهای اول تأسیس یابی این جایزه ما در مراسم جایزه سپاری کمیته کار با جوانان در شهر دوشنبه در بینای حیات ریجنسی توانستیم با عنوان جایزه گرنده استیپندی رئیس کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در سال 2019 صاحب شده و همزمان جام افتخاری کمیته را به دست آورده باشیم. خب امید جان، بیاید یک برای ما میبینم که شما با یک احساسی دوستداری سخن میگوید. 10 کلمه پیشنهاد میکنم، زود جمله سازید. میشود؟ باشد. آماده اید؟ خانه. فقط زودتر. خانه. مکانی که در آن من رشد یافتم. خانه. باشد. همسایه. حق خدا به همسایه برابر. باشد. نقلیات. واسطه‌ای که مرا به کارگاه میرساند. راننده. شخصیتی که با محبت ایفای وظیفه میکند. میلیتسیا. حامیه که امنیت تاجیکستان را حفظ نماست. کوه. پرچم عرفان ملت کوهساران من است. سبزه. نماد زیبایی پیغام بهاری نازنین است. خب چورو. واسطه روزگارداری ماست که از آن حلاوت میبریم و زندگی شایسته داریم. تجارت. محرک تجارت ما این رکلام است. باشد. خب نوید. پیغام از بهار ماست نوید خوشگویی تو مادر. خوجند. خوجندی من علائه مسندی تختی بلندی من. درخشان. منبری روشنی اندیشه های سازگار محض منبری درخشان است. آفرین، احسن میگم. توانستید در یک فرصت کوتاه یک جمله پرمضمون هم ساخته برای بینندگان عزیز پیشنهاد کنید. خب امید جان، گفتید شعر هم ایجاد میکنید؟ بله. شعر هم ایجاد میکنید، نثر هم بنویسید؟ بله. خب بیشتر در کدام موضوع ها؟ حبیب یوسفی شاعر خلقی تاجیکستان میگوید که قلم به دست بگیرم که شعر بنویسم زبان من ز همه بیشتر وطن گوید و موضوع مرکزی تمام ایجادکاران هم در تاجیکستان و هم در عرصه ادبیات جهانی ما این همان میهنی است که آنجا خونی نافی همان نویسنده ریخته است و سرکرده از همان ارجمندی دیار خویش تا به واسطه های بزرگ مقدسات ملی و یا اینکه آیین هایی که در همان منطقه آنها خاص است آنها قلم فرسایی میکنند و در ژانرهای گوناگون برای ادبیات معروضه پیشنهاد میکنند و در همین قبیل هم من توانستم امروز بیشتر در موضوعهایی که نسل امروزی ما رو با حسیات بلندی میهن پرستی راهنمای درست است به آینده های درخشان تاجیکستان سرکرده از میهن پرستی تا وطن دوستی و استقلال کامل ملی صلح و ثبات و گلگشت های زیبای شهر دوشنبه تا به خوجند و رشتان و زرافشان. خب چون گفتید یعنی که نظم و نثری که شما امروز ایجاد میکنید برای تربیت نسل نراس و دوستداری همین وطنی تازه استقلال تاجیکستان است و امروز کار و پیکارتون چون در کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی ناحیه 8 است بیشتر به کدام فعالیت ها مشغول میشوید و وظیفه شما از چی عبارت است؟ بله، با افتخار میگم که امروز من بنده به حیث یک جوان سازنده و روشن فکر ادامه دهنده رسالت سازنده پیشوای معظم ملت صدر عالی مملکت رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امام علی رحمان بوده امروز فعالیت خویش را توانستم در کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در حدود ناحیه 8 ولایت سوخت به راه مانده باشم و امروز در این ساختار سازنده و روشن به حیث مدیر شعبه کار با جوانان فعالیت خویش را به راه ماندم و همزمان در سمت روزنامه‌نگاری و شعبه اطلاعات مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه 8 فعالیت سازنده دارم. آفرین. خب وقتی که به علمی منبرهای بلند دولت‌های مستقل سفر میکنید خب به فدراسیون روسیه باشد به دیگر همسایه دولت‌ها باشد از چی سخن آغاز میکنید؟
وقتی که شما تاجیکستان رو معرفی کردنی میشوید، وقتی که از دستاورد تاجیکستانیان مخصوصا جوانانش اگر سخن بگید، از چی سخن آغاز میکنید؟ چی را بیشتر مد نظر میورید و ابراز ایشان میکنید، مردم میکنید؟ وقتی که مثلا درست گفتید، من در گوشه های گوناگون قرار داشتم، به 7 مملکت های خارجی پیشرفته از قطعه آسیا تا به اروپا سفری کاری و هم علمی داشتم و از 18 شهر و نواحی گوناگون منطقه های جهان دیدن کردم و در همه آنها سخنی من یک بود که با سلام تاجیکان سخن آغاز کنم و به آنها معرفی کنم که من امید جان امانی از مملکتی هستم که نوروز جشن ملی آن است و در تمام جهان این جشن با زبان تاجیکی نوروز مبارک صدا می‌دهد و یک سلام نوروز آیینانه بهر آنها می‌دهم و هم یک تحفه ارمغان خاص از اطلس یا ابریشم ملی ما بهرشان ارمغان میبرم و در شهر انقره جمهوری ترکیه قطعه اروپا همین گونه یک ارمغان برای یک استاد خود که از فیلیپین بودن تقدیم کردم و اون کس پرسیدند با ترجمان خود که این چه خاصیت دارد و این متای شما است و من اونجا قید کردم که این اطلس ابریشمی ما اطلس دنیاست، نوری نظری مادری تاجیک هویداست و در آن رخها و رشته هایی که در آن بافته شده است اشاره کردم. اون کس با سرفرازی آن را قبول کرده، خیلی خرسند شدم. آفرین، احسن. از چی میترسید؟ در حیات از یگان چیز نمیترسم و همیشه دعا میکنم، ناترسیده دعا میکنم که والدینم سایبان ما باشند و امنیت تاجیکستان همیشه حفظ و امام علی رحمان همیشه مشعل راستین حیات آسوده تاجیکستانیان جهان باشند. خب اینجا ما میبینم با خود 3-4 نمود مجموعه کتاب‌هایتون رو با خود آوردید که یکی فروغ صبح دانایی کتاب است نام دارد، دیگری غنچه امید، دردانه شرق و صداقت به پیشوای ملت، صداقت به وطن کتاب رو آوردید. بیاید درباره انمی کتاب‌هایی که با خود آوردید درباره انمی کتاب‌ها گپ می‌زنیم. کدام از این کتاب‌ها از آن خودتون است؟ تشکر میگم. مجموعه سبزی که در پاورق اولین دست شما جایگزین است، یعنی با عنوانگیری غنچه امید، منصوبیت دارد به بنده که فراگیری ژانرهای ادبی، هم شعریت، غزل و دوبیتی و ربایی و هم از عالم منصور قسمتی از قطعه و مقاله های بنده در آن ذکر کردیدند که آن سال قبل با دستگیری وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه به نشر رسیده است که محض در این جنبه توصیه و راهنمایی استاد ما شاعر خلقی تاجیکستان فرزانه نظررس است و اگر خواهید یک پارچه از این کتاب یک شعر منظورتان میکنم. من این لحظه سنجیدنی هستم، شعرهای خود رو از یاد میدونید. بسیار نفرانی که شعر ایجاد میکنن بعضا شعرشون رو از یاد نمیدونن. میشه این خصلت در شما هم هست؟ بله، این یک رفلکسی ادبی حیاتی هر ادیب است و نمیتوانم گم که باشد که هوای باران است، زمینی دیده و دل هوای باران است. ادامه دهید. زمینی دیده و دل هوای باران است. آنا دیدید؟ نه، فراموش کردید. کلامی سبزی بهاران شیر باران است. این همین گونه است که وقتی که الهام میآید مینویسید به همین از خاطر میبراید. همین گونه است. بله بله. من نسبت به شعر خود دیده شعرها از بزرگان خردی هم تاجیک و جهان را از بر میکنم و از آنها الهام گرفته در پیروی به آنها باز شعرگزینه‌های میآفرم. چند صحیفه است؟ اون فراگیری بیش از 90-100 صحیفه میباشد. که با محرری کی گذشته است؟ اون تحت راهبری استاد من شاعر خلقی تاجیکستان فرزانه و همزمان روانشناس، ادبیات شناس، وکیل مردمی دلبر شده و این کتاب‌هایی که در دست من است البته در همبستگی استادان است. بله، در اونجا البته در منطقه‌های گوناگون تاجیکستان و ازبکستان به نشر رسیده است. که درباره چی است؟ اون فراگیری موضوعهای میهن پرستی و صداقت پیشوای ملت برای آبادکاری و انفراساختاری ساحه آبادانی تاجیکستان عزیز می باشد که در آن همبستگی عقیده های سازنده از 4 گوشه تاجیکستان به هم آمده یک مجموعه خاصی را تشکیل دادند. باشد. باز امید جان، من اینجا می بینم که دستاوردهای زیاد آورده، لحظه های بهترین که پیوندگری انمی دیپلم ها باشد. کدام لحظه ها بود و این دیپلم ها از کجا هستند؟ بله، من افتخار میکنم پیش از همه که امروز تا به این مقام با لیاقت خاص خود رسیدم.
و پیش از همه سپاسگزاری استادانی هستم که مرا راهنما بودند و تشکر میگم به والدینی که مرا تربیتی درست دادند تا به امروز هدایتگر و راهنمای من و دستگیرم هستند در تمام جنبه‌های حیات و حتی شادی و نشاط‌هایی که من از این سبقت‌ها سرکرده از تاجیکستان تا خارجه به دست میارم هم نشاط و هم نشینی من هستند و پیش از همه امروز ما افتخار میکنم که در سایه سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان ما امروز جوانان اینقدر اقدام‌های شایسته را عملی کرده در پرتو سیاست فرهنگ پرورانه ایشان در سبقت‌های گوناگون سطح جمهوریوی به مثل علم، فروغ معرفت، تاجیکستان وطن عزیز من و فروغ صبح دانایی کتاب است شرکت میکنیم و جایزه دار میگردیم و در این سه سبقت ملی که محض سرپرستی به واسطه آن پیشوای ملت پرزیدنت تاجیکستان محترم امام علی رحمان میباشند بنده شرکت کردم از جمله در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است چند سال قبل شرکت کرده در دورهای پیوسته آن با اشغال مقام یکم توانستم غالبیت را به دست آورده جایزه دار و صاحب دیپلم افتخاری آزمون و مکافات پولی در حجم 20,000 سامانی از جانب حکومت کشور گردیده باشم. این لحظه سنجیدنی هستم بیاد از فن بیولوژی میگیریم آبسبز ها چی یعنی؟ آبسبز ها به اندیشه شخصی من آبسبز ها همون یک قسمتی از حیات بیولوژی هستند که در محیط های دریایی که اقلیمشون معتدل بوده نورهای آفتاب به آنها میافکنند و مولکول های نوری که به آنها میرسند آنها رشد کرده از آب بیرون میآیند. احسن. خب چند قطعه است؟ در منطقه جهانی گیریم 6 قطعه اروپا، آسیا، آفریقا، امریکا، انتارکتیدا و یک قطعه دیگر بود استرالیا. باشد. من گفتم نمی‌بید یفتید. خب چند اقیانوس است؟ در جهان به فکرم 5 اقیانوس بود. اقیانوس هند، اقیانوس یخبسته شمالی، اقیانوس یخبسته جنوبی، اقیانوس اتلانتیک بود بعد اقیانوس آرام و در نهایت این اقیانوس گفتنی هم که حیات ما نیز با آرامی زیباست از این رو خود را شباهت میدم با اقیانوس بیکرانه آرام. با این هم جواب یافتید. خط اکواتور گفته چی رو میگن؟ خط اکواتور گفته این سوال از جغرافی است همون خطی رو میگن که زمین ما رو به 2 قسم تقسیم میکنند و اگر همین خط اکواتور اگر با سانتیمتر از جویش عوض شود و به دیگر طرف روانه شود چی میشود؟ و فکرم تغییرات به وجود می آید. بله. ولی اینکه قسمتی بالایی خریطه را اگر در ذهنمون ما به نظر بیاریم در قسمتی بالایی آن همون قطب شمالی هست و در همون مملکت هایی که در جزیره های گردی آن هستند حتی جشن ملی ما نوروز را تجلیل میکنند و استادی ما گفتن که در همون قطب شمال نیز زبان تاجیکی ما با جشن ملی ما هم ربط است و آنجا با زبان تاجیکی نوروز مبارک میگن و من افتخار میکنم از زبان ملی خود. آفرین. از جانب عالمان چند سیاره علاقه کشف شده است و کدام هایم؟ من چندین سیاره ها رو میدونم که علاقه کشف شدن مثلا سیاره عمومی که ما میدونیم و در آن اقامت داریم سیاره زمین، سیاره آفتاب، سیاره زحل باز سیاره دیگر با نام مریخ هست باز 1-2 سیاره دیگر بود. خب باشد. وقتی که شما به دستاورد نایل میشوید یکم به خانه زنگ میزنید به کی میگوید که صاحب دستاورد شدید یا که به یگان آزمون میروید پدر و مادرتان البته انتظار میشوند که امید جان صاحب جای چندم شود یا که الکی میدونن که پسرشان دانا هستند زیرک هستند میروند صاحب جای میشوند همین حالت چگونه است در شما؟ بله محقق ورزیده استیو جابز میگه که استقبالات افتخارات ما برای ما پیش از همه یک شکوهمندی میارد وقتی که نظری اطرافیان مثبت باشد یعنی آنها برای ما ایده های جالب و با شکوهمندی با سخن های همون مثبتی که ما رو روح بلند میکنند اون میتوانند ما رو باز هم دوچند تکان داده به موفقیت های بلندتر راهنما گردد و در این جنبه وقتی که من جایزه های بلند رو پیش از همه صاحب میشوم نخستین زنگ تلفنی من از دوری های دور محض برای مادر است چون که مادران هستند که در تمام لحظه ها میتوانند هم نشاط ما باشند و دعاگوی ما هستند و پرتوی دعای ایشان است که ما را موفق میگرداند و من پیش از همه سرچشمه خوشبختی و موفقیت اینقدر موفقیت بیکران خود را محض از دعای مادر میدانم و در این جنبه پدر و مادرم و در علاوه استادانی هستند که از پایتخت تا به کولاب از خوجند تا به بدخشان آنها برای من برای بهبودی حیات شایسته من سهم نظر دارند و برای آنها نیز پیغام مبارک را زود میرسانم. خب میجان انسان ناکامل است به یگان خطاگی در زندگی البته راه میدهد
خب من این لحظه پرسیدنی هستم که چی رو در خود تغییر دادنی هستید؟ هست همین چیزی در هر یک انسان هست، میخواد که انا همین چیز رو، انا همین خاراکترش رو ایواز کند. چی هست در شما که میخواهید همون رو ایواز کنید؟ بله، با این سوال شما با یک مقاله مردمی جواب میگم که میگویند مقاله خاصی مردمی تاجیک است که ذوق نیست که بی‌داغ باشد و درست است که هر شخص اگر 80% مثبی کارهای خود را به طور دلخواهش و به اطرافیان خاص همان را انجام داده تواند، اقلا یک نکته های ضعیفی دارد که برایش مثلا پسند نیست و این نکته در حیات من اگر گویم شاید شما تبسم کنید، این مایل کردن من بیشتر به خواب است که نمیخوام صبحگاهام بر وقت خیزم تا به همین سن رسیدم، ولی اینکه هزار مجبور کنم هم باز در خواب رو دوست می‌دارید. بله. خب یک سوال دیگر، دوستتون رو بیشتر دوست می‌دارید یا که دشمنتون رو؟ من اصلا رگلامنت معینه برای دوستداری اطرافیان ندارم. مثلا این دوستم است با این رو بیشتر مثلا دوست دارم، اما برای همشون در یک معیار احترام میگذارم، چون که از دوستانم دیده من بیشتر همون هویت ملی و اینکه سازندگی و زیرکی را از دوستانم دیده بیشتر از دشمنانم میآموزم، ولی برای آنها اختصاص ندادم که این دشمن است و یا این دوست. من برای همه یگانه احترام میگذارم ولی معیار برای دوستداری ندارم. اما دوستانی هستند که برای ما مثلا اقدام‌های رو پیشه میکنند که ما اصلا انتظارش رو نداشتیم و برای آنها با عباره استاد فرزانه میگم که عشق را با چه میتوان پرداخت که فقط عشق جواب عشق است. برای آنها نیز من با مهربانی رفتار میکنم، ولی از دوستان اصلی من بیشتر دوستی حیاتی دارم با کتاب، علم و ادبیات، چون که استاد فرزانه در یک شعر میگن درک کردم در این خلافستان دوستی حسیات کمچین است. بخشیده میتوانید؟ بله، من خیلی زود بخش هستم چون که به دل نمیگیرم، ولی از آنها سبق میگیرم از هر کاری که میشود. اگر شما رو به حیث رهبلت انتخاب کنند و گویند که انا همین مهمانان خارجی رو به یک منطقه های زیبای تاجیکستان برده کیفیتشون رو خوش کردن، به کجاها میبرید؟ چون گفتید به تمام گوشه کنار تاجیکستان رفتگی هستید، به کجاها میبردید؟ پیش از آنه که عالی قدرترین مهمان ها با عزت بلند با آیین تاجیکی ما ارج گذاشته می آیند، اگر بنده را چون راه بلند انتخاب کنند آنها را سر میکنند پیش از همه از تماشای قلب تاجیکستان دوشنبه که آنها باید بدانند که ما چقدر شهر گل به دامان داریم و یک مملکتی که مثلا در 20 یا 30 سال تاریخ به دست نآورده است و تاریخی که جهانیان باید برای آن ارج گذارند و بینند که واقعا توسط سرزمی ما تاجیکستان تاریخ بزرگی شاهناموی را دارد و سرزم گرفته به دره رامیت شهر وحدت میبرم که آنجا نیز تل و تپه های سرسبز دارد و بسیار سیاحانی که میآیند آنها شوق دارند به منبر زیبایی که آنها گل‌های شکوفان باشد. و به شهر لیوکن که منطقه زیبای لاله‌های سرخ است و پرزیدنت مملکت در یک سفر خود آنجا را گوشه سرخ لاله‌های تاجیکستان خوانده بودند به لیوکن میبرم و از آنجا گرفته به منطقه پامیر و آنها باید ببینند که تاجیکستان نه اینکه با این قله خود بلکه با هویت خود قله‌های بلند آسمان معرفت را کسب کرده است. با سوخت نمیبیارید؟ البته به منطقه پنجکن و از آنجا حتما به خجند شهر نازنین میارم که نماد زیبایی شهرهای شویتزر را قصر مدنیت ارباب نمیبرید؟ بله، اگر این گونه منطقه ها رو گیریم خیلی تاجیکستان خودش یک گوشه های عادی، تمام نقطه و گوشه های آن یک تاریخ، یک مدنیت و یک فرهنگ های بزرگی را اساس گذاشته است که نمیتوان از آن نادیده گذشت. خب بینندگان عزیز، برنامه رو ادامه میدهیم. میجو من این لحظه میخواستم از امتحانی خورده که برنامه گذارید این هم باشد باید در موضوع چی بگم بگذار باشد برنامه درخشان هم نظم و هم نثر پیشنهاد کنیم. در آغاز کمتر نظم می نویسید و بعدا نثر می نویسید. خب آغاز میکنیم. چقدر فرصت لازم است برای شما؟ یک کوتاه که گوید می شود میتوانم یک رباعی یا دیبیتی موضوعهای عمومی ریالیستی که در حیات ما هستند مثلا مادر وطن، نه اینکه این موضوعها باشد که موضوع ما برنامه ما درخشان است به عنوان این برنامه یک شعر که اهدا کنم. هم شعر و هم نثر باشد. مرحبا.
марҳамат, омода шудед? بله марҳамат. ما که پیش از همه قشری فردوساز یعنی جوانان هستیم با اندیشه های جوانی یک شعری که ایجاد کردم در بخش نظم марҳамат. به عنوانی محض برنامه درخشان و اینجا برایتون میخوانم. марҳамат. درخشان منبری نور و امید است، تمنایش به ما راهی سفید است، برای قشر فرداساز ملت درخشان نامه اسپید شید است. آفرین، احسن، بسیار یک پرمضمون. آفرین. نصر. در بخش نصر باشد یک گفتاره که هدیه کردیم به عنوانی این یک لایحه برنامه سازنده درخشان. марҳамат. اگر حیات با گلهای محبت مجلاست، پس درخشان خورشید تابناک عالم معرفت است. هر صحفه امید برای این لایحه نوربخش یک جهان زیبایی است. ذره های انگیزه بخش این برنامه برایم پرتوی نور از عالم علوی است. اگر علامه ناصری خسرو با سفرنامه اش ما را به جهان تخیلات ببرد، پس برنامه درخشان ما را به پیراهه سبز تشکل ذهن و سازش ها هدایتگر است. آرزو میکنیم که برنامه درخشان ادامه دهید که بداهتا ایجاد شود. چی بود آرزو میکنیم که برنامه درخشان امروز و آینده و آینده های دیگر پیام رسانی صدق و صداقت هر جوان برای آینده های زیبای تاجیکستان منیر و مجلا باشد. برای چی گفتم؟ برای آنکه برای بینندگان عزیز معلوم شد که شما بداهتا واقعا هم به آمادگی پیشکی یعنی که ایجاد کردید. و بیاید سه کلمه پیشنهاد میکنم، یک چون خودتون گفتید یک شعر، یک نظم بداهتا ایجاد کنید. محبت، دیدار، وقت باشد. به عنوان همین سه کلمه محبت، دیدار و وقت اینجا یک شعر خیلی ایجاد میکنیم، گرچند کمدی های وزنی داشته باشد هم خیلی قبول میکنید. محبت، دیدار، وقت. وقت دیداری محبت، نازبوی نازنین، کردم جان را فدایت، کی تو می آیی بیا. یک بار دیگر کوشش کنید، یک بار دیگر. وقت دیداری محبت، ای نگاری نازنین، جان خود کردم فدایت، کی تو می آیی بیا. و توسط همین وزن ما میتوانیم یک غزل ایجاد کنیم. انا دیده مراتبه دویم باز مکمل تر شد. آفرین. از این میبرد که بینندگان عزیز واقعا هم امید جان امانی لیاقت ایجاد کردن دارند، چی در نظم باشد چی در نثر باشد. و این رسم زیبا رو خودتون کشیدید؟ بله. من چی رو استفاده بردید؟ رنگ ها؟ با استفاده از رنگ های گوناگون، از جمله قلم، همچنین با این کامپوزیسیون چی گفتنی بودید شما؟ گفتنی هستم که حیات دهات محض با وجود زیبای مادر زیباتر است و حیات را باز هم زیبایی دیگر میدهد، همان نزاکت و حشمت مادران قشلاق. و اینجا دخترک به نزد مادر با گلدسته میاد و میگوید که از مکتب من بهای اعلی گرفتم و ببینید که برای بها گرفتن اعلای خود شادانه گلدسته برای مادر میارد و مادر با گفتن عباره جان مادر فرزند خود را استقبال میگیرد. بسیار یک رسم پرمضمون است و اطمینان دارم که در آزمون‌های بعدی نیز در همین نامیناسیون صاحب جای‌های ارزنده و موفق می‌گردید. برای کامیابی خواهانم. آفرین. مثلا یعنی که لیاقت رسم کشی هم دارید و در آزمون تاجیکستان وطنی عزیز من در نامیناسیون رسمی اشتراک می‌کنید. بله. آرزو می‌کنیم، نیت داریم که امید جان امانی در آینده یک حقوق شناسی ورزیده گردیده بهر حمایه حقوق‌های هم شهروندان و هم دولت و ملت البته سهم خود را می‌گذارند و همچون یک جوان دلسوز و دانشمند و میهن‌پرست و عادل بهر یک پارچگی تاجیکستان سهمی باسازهای خود را می‌گذارند. باقی برای به دستاوردهای زیاد نائل گردیدند و در جنبه علم و دانش موفقیت‌های بی‌نظیر را خواهان هستیم. احسن. از جانب کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بینندگان عزیز جایزه برنامه درخشان که آماده شده است به قهرمان برنامه امید جان امانی از ناحیه اشت تقدیم نمایم. مرحمت. واقعا امروز برای نسل جوان تاجیکستان باعث افتخار و سعادتمندی است که در چنین منبرهای بلند بیان اندیشه سازنده و سازگار میکنند. یکی از چنین لایحه هایی که
روشن است و در افکار ما نسل جوان میتواند ایده های فرداساز را آورده باشد. این لایحه آزمون برنامه تلویزیونی درخشان می باشد و من با افتخار امروز از این منبر سازنده بیان اندیشه زیبا کردم و با عنوان این برنامه سپاس خاص میگویم و توانستم امروز در این برنامه شرکت ورزیده برنده جام افتخاری برنامه تلویزیونی درخشان گردیده باشم.